اقتصاد فرورخت شماری از خانواده ها دختران را مجبور به انجام کارهای شاق در خیابان ها کرده است. سختی های روزگار خانواده ها کودکان را مجبور ساخته است که از بام تا شام در جاده های شهر کابل سخت کار کنند تا لقمه نان برای خود و خانواده هایشان از این طریق به دست بیاورند. این در حالی است که دختران به خاطر ممنوعیت های طالبان که نمیتوانند تحصیل کنند سخت نگران هستند و میگویند که آینده نامعلوم در قبال دارند. دختران میگویند اگر می توانستیم به تحصیل خود ادامه می دادیم دیگر لزومی نداشت کنار جاده ها دنبال کارهای سخت می ماندیم. و همچنان کودکان کار از دولت می خواهند تا در این عرصه آنها را کمک و یاری کنند و همچنان درب مکتب را برایشان باز کنند. فاطمه 14 ساله که از چشمان خسته‌اش میتوان روزگار سخت وی را فهمید از کار روزمره خود چنین میگوید: ساعت به ساعت کار میکنم و میرم خانه میبرم، یک دانه نان به خانواده میبرم. پدرم مریض است دیگر نمیشم، اینجا خودم میایم والو چیزا سودا میکنم. برادر کلانم شهید شد و مجبور شدم بیایم خودم کار کنم. پیام ما به دولت است که به مشکل‌های ما رسیدگی شود و مکتب‌ها را واس کنه، پانتون‌ها را واس کنه که ما درس بخوانیم و در این ما یک چیز شویم که با پدر کمک کنم. اینجا در گوشه ای از جاده شهر کابل دختر 9 ساله ای را میبینیم که سختی های روزگار مجبورش کرده که کار کند. از زندگی کاری خود چنین خانه رو میریم واسه از نانی ها میخرم. شب که من خانه میرم اگر 50 پیش کار کردم به نان میتم 50 پیش کرای خانه را به جنگ کردم. اگر روزی اگر تو بفروشم میام اگر کسی بخره صدر پکار میکنم، روز کسی نمیخره لیفت در پا میکنم. از این که 2 سال و چند ماه از حاکمیت حکومت طالبان در افغانستان میگذرد ولی هیچ توجه برای کودکان کار صورت نگرفته است. در ضمن خرید فروش کودکان، ازدواج های اجباری زیرسان، قتل های هدفمند بانوان از دیگر مواردی است که متاسفانه همه روزه اتفاق میافتد. خدیجه سیفزاده، گزارش روز، کابل.